چند روز پیش داشتم یه مناظره رو از آقای دکتر صادق زیباکلام و آقای مهدی نصیری میدیدم که آقای زیباکلام در جواب آقای نصیری که گفت اگه 50% به علاوه یک مردم به یه نوعی از حکومت‌ها رأی بدن، همه باید تمکین کنند. آقای زیباکلام گفت که خب اگر 50% به علاوه یک مردم به یک حاکمیت رأی بدن من تمکین میکنم، ولی آیا شما اگه کردستان تصمیم بگیره، یعنی مردم کردستان، ساکنین استان کردستان تصمیم بگیرن 50% به علاوه یکشون رأی بدن که از ایران جدا بشن، شما تمکین میکنید؟ من نمیدونم چرا آقای زیباکلام دست به همچین سفسطه و مغلطه‌ای میزنه و احتمالا خودش هم میدونه. آقای زیباکلام، تو هیچ قانون اساسی در هیچ جای جهان تمامیت ارضی دموکراسی بردار، رفراندوم بردار و شوخی بردار نیست. ثانیاً ایران ملک مشاع همه ایرانیانه، یعنی گیرم بر فرض محال که قرار باشه با رفراندوم بخشی از ایران جدا بشه، باید 50% به علاوه یک همه مردم ایران رأی مثبت بهش بدن، نه فقط ساکنین کردستان. این فرقی نمیکنه. این در مورد خراسان هم صدق میکنه، در مورد سیستان بلوچستان هم صدق میکنه، در مورد هر نقطه ای از ایران که همچین موضوعی در موردش مطرح باشه صدق میکنه، نه فقط در مورد کردستان. همه مردم ایران، تک تک مردم ایران، نفر به نفر مردم ایران از وجب به وجب خاک این سرزمین سهم دارند و هیچ کس نمیتونه حتی بدون اجازه یک نفرشون بخشی رو از این خاک جدا کنه.